خانم هلو، محفل پارسال ماه مبارک رمضان، فصل اول محفل حسنین رو به چهره محبوبی در ایران تبدیل کرد. اینو جدی دارم میگم. طبعا شما هم دیدید دیگه محفل رو، اما خود حسنین از محفل چی اومد براتون گفت؟ خودش گفت خیلی جای قشنگی هست و من بهترین اونها هستم. آره بخواستم بگم نسبت الان گفته که ببین اون چهارتا که هیچی، فقط منم که اونجا میدرخشم. حسنه چی عین جملهش خانم هلو؟ عین جملهش بالعربی؟ نه فارسی. میگه بهترین از اونها، بهترین. آقا حافظ نیستن، اصلا دروغ میگه. از این قبلیاش هم که گفته میگه مخصوص حامد اصلا به درد نمیخوره حامد. گفت محفل و خیلی دید قشنگ بود و آمد حامد گذاشتن یعنی و من بهتر از خونم دست از سر برنمیداری حسن. واقعا یه سوال جدی هم دارم. نه من باورم نمیشه حسن احتمالاً خواهرش تو اشتباه ترجمه میکنه. آره عربیش چی بود؟ عربی چجوری گفت؟ افتضاح تر بود. بیا نه این که شوخی بود خدا وکیلی. ولی خود شما توی عراق الان حسنین رو میذاریم کنار، بازتاب محفل رو چجوری دیدین؟ له شعبیه کبیره یعنی چجوری بگم فارسی، یعنی خیلی خیلی الان من حتی الان وقتی میرم دکتر یا هر جا میرم وقتی فامیلم الحلو زود میپرسن، یعنی لو سید حسنی الحلو بهش میگم خواهر با افتخار و شماره تلفنم میگیرن و میگن مثلا بعضیشون خانم دکتر، من فراموش نمیکنم یه خانم دکتر بود و آمد گفت من هدایت شدم. هدایت شدم استفاده میکنن بعد جوری تخفیفم میدن. یعنی ما هر کجا تو عراق گفتیم حسنین هلو گفتم برو ببینیم بابا. دیگه آره هر چی دارید الان وقت راحت باشید شما. نذاشتید دیگه قصه خانم دکتر رو داره میگه خانم هلو. بفرمایید. و گفت من حتی یعنی حجابم کامل شد و به قرآن رفتم، یعنی جای قرآن علاقه‌مند به قرآن. الان داره راست میگه. میگه از لطافت سید حسنین وقتی من دیدم مثلا زندگی ما میتونیم زندگی میکنیم، میخندیم و گریه میکنیم خوشحال میشیم با قرآن باشیم یعنی. و این خیلی خوشحالم شد، یعنی خوشحالم کرد که اینجوری مثلا که خانم دکتر و خیلی تأثیر شد این برنامه. و میری عراق خیلی ماشاءالله هزار ماشاءالله خیلی بینندگان زیاد داره و مخصوص سید حسنین با یعنی حامد که نمیخوای بگی. آره که میترسم. ببین چی کار کرده تو خونه. بابا دارن سوء استفاده میکنه از برنامه. به افتخار خانواده هلو.